بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و عرض تسلیت به مناسبت لیالی ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب و عرض ارادت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در لیالی پرنور، پرفیض، پررحمت و پربرکت قدر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله علی فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه. و خیر الصلاة و السلام علی سیدنا سید الانبیاء و المرسلین حبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته معصومین المکرمین و اللعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این آیه که مناسبت عجیبی با رحمت رحمانیه حق در این شبهای رمضان و شبهای قدر دارد، یک گفتگوی بسیار پر از شفقت حضرت حق با بندگان خودش، با عباد خودش است. پیام را به پیامبر می دهد: ای محمدم، ای حبیب من، به بندگانم بگو قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که به خود بد کردید. چون در باز قرآن میخوانیم که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الظالمین یا جاهلین. میگوید اینجا به بندگانم پیام مرا بده، اگر به خود اسراف کردید از رحمت خدا ناامید نشوید. لا تقنطوا من رحمت الله، مبادا از رحمت خدا ناامید بشوید. جای دیگر میفرماید لا تیأسوا من رحمت الله، یأس بر شما رخ ندهد که خداوند را رحمتی نیست. اگر از حدود گذشتید بازگردید، بازآ هر آنچه هستی بازآ، گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ، کین درگه ما درگه نومیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی بازآ. خدایا من بد کردم تو نیکویی میکنی، تو گوش دادی من نشنیدم، تو چشم دادی من ندیدم، تو خرد دادی من اندیشه نکردم، تو قلب دادی من آن را قفل کردم. خدایا همه را تو دادی، اما آنچه که از من باید به سوی تو می آمد نیامد. من
جزو ظالمین شدم بر خود، جزو اسرافکاران شدم بر خود. اما این رحمت توست که میفرمایی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. بگو که از رحمت من، بگو که از رحمت من ناامید نباشند. در جای دیگر میفرماید که خداوند همه گناهان را میبخشاید. این خدایی که در رحمت گسترده او در عالم منتشر است و در رابطه با انسان چنین سخن میگوید، این چه تعلیمی به انسان میخواهد بدهد؟ این چه خدایی است، چه رحمانی است؟ تصور بکنیم که خداوندی یا در جهانی باشیم که تصور محال نیست که چنین خدایی نداری. زندگی انسان همیشه در اضطراب کامل بدون اینکه به امید داشته باشد. خداوند رحمت گسترده را و امید گسترده را برای انسان آورده است و در کلام خودش اونجاست که من چون منی آشفته‌ای، حیرانی، در گمراهی راه رفته‌ای، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا بگویانی. اینجوری باید بگه به خدا ای خدا، حالا که من آمدم امشب، شما فرمودی بیا، اولا که گناه کردم، دوما شما فرمودی بیا، حالا که آمده ام به تو چه بگویم خدا؟ این رحمتک الواسعه. خدایا ما آمدیم برای اینکه قلب هامون رحمت واسعی تو را امشب میخواهد. این عطایاک الفاضله، این مواهبک الهنیئه، این صنائعک السنیه، این فضلک العظیم، این منک الجسیم. اون منت هایی که بر سرم گذاشتی و میخواهم از آن منت ها بیشتر بدارم. این احسانک القدیم، تو که از قدیم هماره احسانت بر من واصل بود و میبارید. من امشب از آن احسان های تو میخواهم. این احسانک القدیم، از کوچکی دستم بگرفتی و پا به پا بردی، به بالا رساندی، مرا احیا کردی، زنده کردی، حیات دادی، شعور دادی، عقل دادی، انسانیت دادی، دین دادی، نعمت دادی. این احسانک القدیم، این کرمک الکریم. اون کرم تو کجاست که من کیستم؟ انت المحسن، میدانم تو نکوکاری، انت المحسن و نحن المسیئون. تو محسنی، تو نیکی، ما گناهکار و خطاکاریم. فتجاوز یا رب عن قبیح عندنا به جمیل ما عندک. ما که تو را جز خوبی نمی شناسیم، ما که تمام اسماء و صفات تو را به جز جلال و جمال نمی دانیم. اگر تو خوبی و من بدم، خدایا به آن خوبی این بدی را رفع کن. یا رب ان لنا فیک عملا طویلا. به جز یک آرزوی گسترده، یک آرزوی بلند مرتبه در تو، در ما از تو چیزی نیست. ان لنا فیک عملا طویلا. این آرزوهای گسترده در ما هست از تو. اگر گناه کردیم همون آرزوها از بخشش تو به ما این جرأت و جسارت را داشت، و الا ما کجا و گناه کردن. ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا. دعا رو ببینید، خیلی امیدواریم، خیلی زیاد، انقدر کثیر، یعنی واقعا عبارت دعا طویلا عملا. وقتی یه موقع هست میگه یه نفر آدم دنبال آرزوهاست، میگه آرزوهای محاله فلان، دعا میفرماید ما به تو خدای ما به رحمت تو آرزوی کثیر طویل داریم. ان لنا فیک رجاء عظیما. امید ما به توست با عظمت. چه امیدی، چه امیدی. گفت که اگر بعضی در روایت ها هست، من جرأت میکنم بگم، میگه اگر 70 پیغمبر خدای نکرده انسان کشته باشد، نباید از رحمت خدا به اصطلاح ناامید باشد. ان لنا فیک رجاء عظیما عصیناک و نحن نرجو
ان تستر علینا، ما تو را به عنوان ستار میشناسیم. یا ستار العیوب یا غفار الذنوب. اگر سترتو نبود که من اصلا در عالم نباید زندگی میکردم، یعنی فراری بیابان ها و کوهستان ها باید میشدم. تستر علینا، ما را خوب پوشاندی، باز هم بپوشان. و دعوناک، حالا که دست به دعا برداشتیم در راه تو، در مقابل تو. و نحن نرجو ان تستجیب لنا فحقق رجاءنا، حالا که دست به دعا برداشتیم در مقابل تو، این امید ما را بر نگردان، دعای ما را قبول کن، به تحقق برسان. بده از آن بارشی که در میفرمایی، از آن ابرهای رحمتی که فرمودی بر آسمانت گذاشتم، از آن همه که فرمودی در ماه رمضان بر تو می آورم، از آنها برسان یا رب، برسان بر ما. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. هم دعا از تو اجابت هم ز توست، ایمنی از تو مهابت هم ز توست. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. من اگر بدم کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها اسرار توست. خدایا من از اسرار تو خبر ندارم، ولی هر چه شنیدم از رحمت تو شنیدم. و هر چه در این لیالی هم گفتی، هر چه درباره شب قدر گفتی، هر چه درباره رمضان گفتی، هر چه گفتی که رمضان بگذرد از نیمه شب، ثلث شب به بعد خداوند در آسمان دنیا می ایستد برای اینکه صدا می کند کو تائبی که توبه اش قبول کنم، کو مستغفر خواهی استغفار کننده ای که استغفارش بپذیرم، کو خواهنده ای. این رحمت توست که بر درون انسان، بر قلب انسان باید بنشیند و انسان خواهنده باید باشد. در واقع دنیا خداوند رحمت، عظمت او، بزرگی او. مادر، بسم الله الرحمن الرحیم، این کلمه رحمان الرحیم رو نگاه بکنید و همین نسبتش میدن در لغت و واژه شناسی رحمان به همون رحم، مادر که فرزند را در بطن خود نگه میدارد. اون حالت نگهدارندگی میگه نسبت خداوند بسم الله الرحمن الرحیم، اون چنان نسبتی است به با بندگانش. به خاطر اون فرمود که به بندگانم بگو قل یا عبادی، بندگان من، ای کسانی که به خودتون اسراف کردید ناامید نباشید. بنده میگوید لا اله الا انت، بنده هم جواب بده. شعر رو خوندم میگه به ما سخنهای دقیق یاد بده. لا اله الا انت سبحانک، سبحانک یا لا اله الا انت، یا لا اله الا انت. باز دعاها انی کنت من الظالمین. بعد خدا میگه اگر کسی اینطور گفت در عبادت، حضرت یونس لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، با خلوص گفت، با قلب گفت، ما اون رو نجات دادیم و نجات میدهیم. شب قدر انواع و به اصطلاح بحث ها و مراتب زیادی شاید دربارش هست که گمان میکنم به یکی دو تا نکته درباره شب قدر اشاره کنم. برای همه ما سوره قدر سوره است کاملا معروف و شناخته. از سوره قدر
اینجا شاید بلندگو صداش قطع شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب شب قدر این رو میخواستم عرض بکنم. وقتی داریم صحبت میکنیم خدا میگوید درباره شب، اولا انا انزلناه فی لیلة القدر، همه میدانند که میفرماید که ما قرآن را انزال کردیم در شب قدر. در شب قدر یعنی چی؟ حالا پیش از جلسه هم صحبت میکردم با یکی از دوستان، سوال کرد، یعنی که حقیقت قرآن را بر قلب حضرت پیامبر نازل کردیم، حقیقتش، باطنش. و ما ادراک ما لیلة القدر، صحبت دومش درباره شب قدر اینه که چه میدانی که شب قدر چیه؟ شب قدر چیه؟ انزال قرآن رو که فهمیدیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، ولی دوباره صحبت اینجا این است که اون لیله قدر رو چه میدانی چیست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. حالا درباره این شب که سخن میگوید، میگن این شب از 1000 شب برتر است، 1000 ماه برتر است. تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم، در اون شب است که ملائکه و روح به اذن ره پروردگارت بر زمین نازل میشوند، قدر و مقدرات رو میارن. شب یا لیله، لیله قدر به تعبیر بعضی از حکما و اندیشمندان و مفسران شب آفرینش است، شب ظهور حق از غیب به عین است، به عینیت است. شب تاریک است، مقام ذات حق در میگن اماست، یعنی در یک تاریکی مطلقی است که پیامبر فرمود که درباره حق فکر کنید ولی در ذات حق فکر نکنید، چون عقول شما به اونجا نمیرسه. لیله نشان چیزی است بسیار دست نیافتنی، ترانسندنت، بالاتر از این هست که دست عقول بهش برسه. اما در اون لیله‌ای که بالاتر از این است که دست عقلی بهش برسه، یک گشایشی، یک بازشدگی، یک آفرینشی اتفاق می افتد. هستی به وجود می آید. هستی، خداوند هستی را منتشر می کند در اون شب قدر. و ما ادراک ما لیلة القدر، یعنی شروع می کند هستی از حق سرازیر می شود، آفرینش. ببینید هر چیزی که مخلوق است قدر دارد، یعنی اندازه دارد، معیار دارد، برنامه دارد. هر چیزی که ماسوالاست زیل لیلة القدر باید قرار بگیره، یعنی هر چیزی غیر از خداست باید برنامه قدری و قضایی داشته باشد، در تحت اندازه هایی باشد، زمان آمدنش، زمان رفتنش، زمان هر چیزیش. بنابراین شب قدر رو شب ظهور غیب میدانند، غیب مطلق به ظهور می آید، حق خودش رو نشون میده، حق خودش رو آشکار میکنه. اون پرده پوش عالم غیب مطلق، مقام هو بهش میگن، اون به ظهور میاد در اون شب و ظهور میاد از سلسله مراتب، میگن عالم عقول، عالم فرشتگان، ملکوت، جبروت، ناسوت ها به این جایی که به اصطلاح ما میگیم عالم طبیعت. این یک، اگر دایره ای رو فرض کنیم، یک قوس نزول بهش میگن. شب انا انزلناه قوس نزول، یعنی حقایق از مقام الهی نازل شد، به پایین آمد. حالا که در پایین آمد، اونم مراتب داره، مرتبه عقول، مرتبه فرشتگان، ملک، جبروت، لاهوت، همه مرتبه. حالا من راجع به مرتبه صحبت نمی کنم، ولی میخوام بگم از یک مقامی به یک جایی رسید. اینجا به حسب انا لله و انا الیه راجعون، این که به این جای پایین دایره رسید، دوباره باید یک مسیری رو طی کند که به بالای، یعنی به حق برسد. انا لله و انا الیه راجعون، این یک دایره است.
در زبان اهل معرفت بهش میگن دایره وجود. بعد میگن دایره وجود در صحنه کلی عالم از لیلة القدر شروع می شود و در یوم القیامه به بالا می رود. ماه رمضان هم لیلة القدر را داریم، هم روز عید فطر مثال و ممثل یوم القیامه است. عید فطر عید بازگشتنه، عید برگشتن. شب قدر شب نازل شدن است. این را گرفتید، نازل شدید. الان باید تمام اون مراتبی را که پایین آمده بود هستی دوباره برگرده به بالا. ولی هستی همینجوری سر خود نمیتونه برگرده. باید برای او امامی باشد، باید برای او نبیی باشد، باید برای او معلمی باشد، باید برای او کتابی باشد، باید برای او حکمتی باشد، راهنمایی باشد تا بتونه راه آمده را برگردد. در اینجا که رسیده در غفلت است، در انواع حجاب هاست. عالم پر از حجاب است. در اون عالم عقول که بود عالم آگاهی و هوشیاری کامل است، ولی اینجا در حجاب است. بنابراین امام میخواهد تا برگرداند، پیامبر میخواهد تا برگرداند، کتاب میخواهد تا معلم هستی شود و برگرداند. یوم عید فطر، روز فطر، روز ممثل روز قیامت است. اونجاست که میگن در عید فطر امام میگه که اون کسانی که در ماه رمضان بودن، چه اونهایی که برداشتند قبطه میخورند، چه اونهایی که بر نداشتند از بیابان تاریک شب قبطه میخورند. برداشته ها دیدن عجب این زمرد بوده، کاش بیشتر بر میداشتم. بر نداشته ها میگن عجب چرا بر نداشتم. یعنی هر دو قبطه میخورن. به هر حال این یوم القیامه است، روز برگشت است، روز برگشت است و امام میخواهد. اما اون ظهوری که ظهور در لیلة القدر است و حق ظاهر میشه، قرآن حق ظاهر میشه، حقیقت ظاهر میشه، به اصطلاح خودش رو آینه جهان، آینه حق میشه. یعنی این لیلة القدر این است که به اصطلاح میگن آینه حق درست شد. حق خودش رو در اسما و صفات و مخلوقاتش میبینه. همه هستی میشه آینه خدا. حق چو اسرار ذات خود بشناخت، عشق با حسن خویشتن میباخت. خواست که از غیب سوی عین آید، از دل اهل درد آینه ساخت. شاهد روی پوش جمله غیب، پرده کبریا ز روی انداخت. یعنی اون جمالش رو آشکار کرد، اون زیبایی خودش را نشون داد، حق خودش رو نشون داد و در یک رابطه عاشقانه نشون داد. یحبهم و یحبونه. این است که این لیالی، این ایام، غیر از این که حالا مثلا ممثل یک شب قدر است، ولی اینها حقایقی پشت سرش هست، بیان میکنه ما هستی را چجوری باید بشناسیم. اینها نشانه هایی هستند، نشانه هایی هستند از این که داستان هستی یا به اصطلاح میگن هستی شناسی اسلام چطور است. در ادیان دیگر هم کمابیش همین مسئله هست، نزول و صعود. من بیش از این حالا چون وقت ما هم خیلی زیاد نیست، ولی فقط یک عبارت دیگر درباره شب قدر این رو بگم، اونم از مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که میگه شب قدر شب تقدیر و مقدرات است. هر انسانی، هر موجودی مقدراتش نازل میشه توسط فرشتگان. حالا خود انسان هم چقدر دعا کرده و چقدر چیزها خواسته، خب طبیعیه اونها همه در کار میشه. یعنی ما در جبر که نیستیم، ما در این هستیم که دعا میکنیم، از خدا میخواهیم، چون در قرآن هم هست میگه در دعا قضا را تغییر میده، ولو ابرم ابراما، حتی اگر تثبیت شده باشه. مسئله نزول فرشتگان و این که فرشتگان نازل میشن، به کی نازل میشن و به کجا نازل میشن، البته همه هستی رو میگیرن، ولی در خیلی روایت ها و منابع گفته شده که به محضر خلیفت الله در روی زمین
نازل میشن، به او ارائه میکنن و او هم مطلع میشه از احوال انسانها و شرایط اونها و به اصطلاح همین قدر و سرنوشتی که براشون گذاشته شده. و اون هم میتونه اگر با اون، یعنی وقتی خلیفت الله، شاید اگر دیدید که مثلا ما به بحث شفاعت و بحث اینها میکنیم یا اینکه مریضی شفا بده، هر چیزی که مثل این هست، اون از اجازه است که خداوند به او داده، به او میتونه دخل و تصرفی در حدی که خداوند اجازه داده انجام بده. بنابراین نسبتی هست بین شب قدر، بین روز قیامت و بین نقش انسان کامل در این وسط این دو دایره. انسان کامل، ما پیامبر، ما وقتی من میگم انسان کامل یا امام 14 معصوم رو میگم یا تمام ذوات اولیاء الله رو میگم، چون که کلکم نور واحد، همتون. ولی وقتی حضرت علی خصوصا جای ویژه‌ای داره، انقدر درباره حضرت گفته شده که انسان عقول متحیر میشن درباره حضرت وقتی صحبت بشه. اما به هر حال مجموعی از صحبت‌ها و گفتارهای شب‌های قبل ما به این مسیر اومده بود و رسیده بود که ما عرض کردیم قرآن که ماه رمضان ماه بهار قرآن هست، از انسان تدبر در آیات میخواد. این آیات قرآن و نه فقط آیات قرآن، آیات هستی، انسان باید تدبر کند در آیات هستی. یک. دوم، از تدبرهایی که میکنی یکی از مسائلش این است که میفرماید که خداوند، من یک شب دیگر ما اینجا صحبت کردیم راجع به این آیه‌ای و یا کلمه‌ای در قرآن توجه کردیم که خداوند میفرماید که این پیامبر که برای شما آمد، حتی حضرت ابراهیم رو هم میگه که آمد که یعلمهم الکتاب و الحکمه. غیر از این که کتاب را آفرده، یه چیز دیگه هم آمده که به شما تعلیم بده و اون تعلیم حکمت است. شاید فهم این که بله ما کتاب داریم، خیلی درباره کتاب صحبت کردیم، فقط شاید خیلی کم درباره حکمت صحبت کردیم. حکمت چیه؟ چه ربطی به دین داره؟ پیغمبر چجور حکمت میده؟ حکیم کیه؟ قرآن خودشون میگه من حکیمم. یعنی چی اگر یک آدمی حکیم باشه؟ خدا میگه من هر کسی رو خیر حکمت بدم خیر کثیر میدم و من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. اینا نسبتاشون با هم چیه؟ همه اینها به اضافه حالا دو تا حدیثی که انتخاب کرده بودیم از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، درباره این حکمتی که گفتیم راجبش تأمل و تدبر می‌کردیم، صحبت اینجوری شد که گفتن که پیغمبر اکرم فرموده است که حکمت گم شده مؤمن است، گم شده ای که باید بگرده دنبالش پیداش کنه. خب ولی در جای دیگر هم فرمود من شهر علمم و اون جنت است و علیون باب الحکمه، و علی درب آن است یا دروازه آن است که آن دروازه حکمت است. علی دروازه حکمی آن شهر علم است. یعنی اگر به شهر میخوام پیامبر وارد بشی، باید از مسیر حکمت وارد بشی. ما صحبت کردیم، خیلی اختصار بگم، حکمت رو عرض کردم حداقل دو تا تعریف برای حکمت، دو ساحت مختلف داره. یکی بحث حکمت عملی است که مثلا در قرآن به طور مثال امشب هم خوندن، لطف کردن تلاوت فرمودن آیاتی که لقمان به پسرش بیان میکنه، میگه پسرم ولا تمشی فی الارض مرحا، سر در زمین خیلی با غرور و اختراع راه نرو، تو انسانی، با نرمش و آرامش راه برو، شرک نورز به خدا، خداوند حق او نسبت به تو چیه. حالا همه اینها رو گفت، به اینا میگن حکمت عملی یا اخلاق عملی، یعنی انسان بدون چجوری رفتار میکنی در عرصه بیرونی و درونی خودت رو، یعنی حسب وجه انسان بودن انسان خودت رو دریاب که اون میشه حکمت عملی.
اما یک بعد دیگه حکمت هم حکمت نظریه. همونطور که درباره قرآن فرمود که تدبر کنید در قرآن، حکمت نظری یعنی چی؟ یعنی بشناس از اون قوه عقلیه و دراکه و توانایی که خداوند به تو عطا کرده است که عقل است، استفاده کن و بشناس و بدان و راه رو پیدا کن. حالا چجور پیدا کنم؟ مرتبه داره پیدا کردن راه. یکیش این است که میگه در هستی تدبر و تأمل کن، تفکر کن، یا به آسمان روز نگاه کن، به شب و روز نگاه کن. خدایا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو این را باطل نیافریدی. یعنی چی باطل نیافریدی؟ یعنی به حق آفریدی. به حق آفریدی یعنی چی؟ یعنی من را در یک نسبتی با این قرار دادی. هر چیزی که حق دارد در مقابلش تکلیف هم هست. در ادبیات دین ممکنه در ادبیات غیر دین و سکولار بحث تکلیف در میان نباشه. این رو میدونیم که در ادبیات غیر دینی مسئله تکلیف خیلی بعضی جاها چیز نیست، ولی در سنت ادیان تکلیف هم هست. یعنی ربنا ما خلقت هذا باطلا، عرض کردیم این رو باطل نیافریدی. پس یک نسبت دو سویه بین من و همه هستی برقرار میشه. من با هستی دارای یک رابطه دو سویه هستم که باید بدونم حق من نسبت به اون چیه و حق اون نسبت من چیه، چجوری باهاش رفتار کنم، اینا رو باید بدونم. اینا میشه جزء حکمت‌های نظری. این یه بحثش. یه بحث دیگهش میاد میگه که آقا شما باید مثلا میگم وقتی در حکمت نظری پیش میرید، داستان اینجوریه که به هستی که نگاه میکنید باطن هستی رو میبینید، غیب عالم رو میبینید، میدونید که پشت سر این که ظاهر است چه باطنی قرار گرفته و اون باطن چیه؟ اون باطن حق، یعنی خود خداست. باطن هستی خداست، ظاهر هستی هستیست، عالم است، نمودار است، نمود هستیست، نمود حق است. پس بدونید که نسبت من با این نمود عالم چی هستش، یعنی نسبت من و حق چی هستش. انسان اون رو بدونه. در یه مرتبه بالاتری میاد میگه خب بالاتر از این چی پیدا کنم؟ چجوری پیدا کنم؟ من انسان محدود از چه قوه هایی استفاده کنم؟ اینجاست که صحبت پیامبر رو من به جد دارم تأمل میکنم دربارش، که انسان باید جدی بگیره که من شهر علمم، من این آگاهی های کلان نامحدود بدون مرز در من است و اگر میخوای به این برسی باید از دروازه حکمتش برسی. من و علی رابطه ای داریم دو وجهی، اون من ظاهرش هستم، او باطنش هست. نبی ظاهر است و ولی باطنش است. اگر میخوای برسی باید از علی به ولی برسی، از نبی به علی برسی. اینها حسب هم انا و علی، هم ابتا حوزه الامه، هم من و علی پدر این امتیم، و یا انا و علی من نور واحد، ما از یک نور واحد هستیم. اینا در ادبیات دین معنا و مفهوم و اشاراتی داره که انسان باید به اون اشارات توجه بکنه. خب وقتی که دروازه حکمت میشه در امت اسلام هم یک معنای فراخی داره در کتاب خدا. اسلام یعنی تسلیم حق شدن، از آدم تا خاتم. هر کس تسلیم حق است مسلمان است. در ادبیات قرآن هر کس تسلیم حق است، چه ابراهیم و اتباع ابراهیم، چه موسی و اتباع موسی، چه مسیح و اتباع مسیح، اگر تسلیم حقند مسلمانند. چه مسلمان نامش باشد تسلیم حق نباشد مسلمان نیست در این زبان این کتاب. پس بنابراین مسئله فراخ و مهمی است. فهم ما از این صحبت ها و مقدمات این است که علی حکیم امت اسلام است. حکیم امت اسلام. در روایت های پیامبر میگه که من، شاید شنیده باشید، با حتما شنیدید که مثلا میگوید که از زبان علی ابن ابی طالب آمده است که اون جایی که مثلا نوح بر کشتی میخواست سوار بشه من دست او گرفتم، اون جایی که عیسی میخواست معجزات نشون بده من دست او گرفتم، یا عیسی یا موسی هر کدام. یا پیامبر میفرماید انت یا علی مع الانبیاء جهر سرا و معی جهرا، ای علی تا با امام انبیا پنهان بودی و با من در آشکارگی هستی. یک نسبتی دارد این علی ابن ابی طالب، یک وظیفه یا یک چیزی را نشان میدهد. ما اینجوری فهمیدیم
اگر دنبال و یعلمهم الکتاب و الحکمت انسان هست و اون حکمت رو میخواد بیاموزد، باید دنبال علی ابن ابی طالب برود. یعنی چی؟ یعنی اگر باطن دین رو میخوای بیاموزی باید دنبال علی ابن ابی طالب بری. اگر میخوای دینت در ظاهر، ببخشید قرآن رو اگر دینت رو میخوای در ظاهرش، یعلمون الظاهر من الحیات الدنیا، و یا ظاهر دین باشی، دنبال علی ابن ابی طالب نباید بری. کسی باید دنبال علی ابن ابی طالب بره که دنبال حقیقت دین و باطن دین هستش، چون اون نمایانگر باطن دین هستش. اون گمشده باطنی رو میخواد نشون بده. جستجوی علی و شناخت علی جستجوی حکمت الهی هست، جستجوی امام هست. امامی که گفتم از اون مسیری که آمده بودی پایین، حالا در این مسیری که میخوای بری بالا باید اون راه رو نشون بدهد. چجوری؟ حالا که من که علی کجا من کجا، هر چقدر با علی و آثار علی انس داشته باشی، آثار علی از علی جدا نیست، کلام علی از علی جدا نیست، خطبه های علی از علی جدا نیست، اثر من هم از من جدا نیست، اثر شما هم از شما جدا نیست. یعنی ما ایم و تمام اعمالمون، یعنی شما متصلند به ما، ما نمیبینیم. در زبان خداوند متصلند به ما. انت، یا حضرت خداوند به حضرت نوح گفت که این عمل غیر صالح است. گفت پسر من رو نجات بده. گفت که این عمل غیر صالح است. عمل چسبیده به انسان است. خب یه عبارتهای دیگه داره که خدایا خودت رو به من نشون بشناسون، چون من اگر تو رو نشناسم نبیت رو نمیشناسم، نبی تو به من بشناسون اگه نبی تو نشناسم، امام تو نمیشناسم امام تو به من بشناسون اگه من امام تو نشناسم، زللت عن دینی، از دینم گمراه میشم. ما ممکنه به ظاهر علی را شناخته باشیم، به ظاهر شناخته باشیم، نه به باطن. ولی میخوام دعوت کنم به یک آیه هم توجه بکنیم، شاید در آخر صحبت. اون آیه چیه؟ آیه این استش که خداوند، یعنی واقعا در قرآن شگفتی هایی پیدا میشه که آدم تعجب میکند. خداوند به پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میگه و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران به تو میگویند که تو پیامبر نیستی. عجب. قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینجا این قسمت آیه الان میگم در اینجا شگفتی نهفته است. حقیر قبل از این صحبت دقت نکرده بودم. اونم این است که پیامبر میگه که به خدا میگوید، خدا میگه، پیغمبر نمیگوید، خدا میفرماید به مردم بگو. شما فکر میکنید من پیغمبر نیستم؟ فکر کنید. ولی یه چیزی کفا، همین که یک خدا میداند، دو و من عنده ام الکتاب، یه نفر دیگه هم هست و من عنده علم الکتابه، یه نفر دیگه هم هست که علم کتاب میدونه. خدا و اون بدونن بسه، چیز دیگه ای لازم ندارم. اون کیه؟ برید در تاریخ اسلام، صدر اسلام، زمان ظهور پیامبر اسلام بگردید ببینید اون که علم کتاب پیشش هست کیه. هر کس بود برید دنبالش، هر کس بود، هر کس بود که علم کتاب پیشش بود در زمان پیامبر، در صدر اسلام، رهاش نکنید. خدا این حرف را زده است. این قرآن چیزهای شگفتی توش دارد. مفسران میگن علی ابن ابی طالب است. جز علی ابن ابی طالب کسی نیست که علم کتاب یه نمونه از کارای کسی که علم کتاب داره. در زمان حضرت سلیمان گفته شد که دنبال ملکه سبا بود. یه نفر که اونجا قرآن گفته که علم کتاب میدونست، گفت که من ملکه سبا رو قبل از اینکه چشمات رو تکون بدی همینجا برات میارم و آورد. در قرآن هم این اومده. خب شاید وقت ما تمام شد. پوزش میخوام از پرسخنیم و انشاءالله منو ببخشید. امیدوارم که شما و خداوند راضی باشید از من.
و در این شب مخصوصا حقیر رو هم در دعاهای خودتون فراموش نکنید. ما تا اونجا میدونیم که انسان محتاج علی است. علی افتقار الخلق علیه، اینجوری است همه هستی به او احتیاج دارن و او از همه هستی بی نیازه، از همه انسان همه هستی به او نیاز داره. در این کلام قلوب نیست. حالا قلوب یه جاهای دیگه است. قلوب بعضیا وقتی علی رو دیدن دیگه گفتن این خداست. خدا حضرت علی در یه حدیث هست معرفت به نورانیه میگه که هر چیز منو از خدا بیارون پایین بیارید بعد درباره من صحبت کنید. معقول بین محسوس است، احتیاج ما به اوست، امام عدالت است، شهید عدالت خودش شده است. جورج جرداق در کتابش میگه که دنیا چی میشد که هر یک قرنی یک علی با اون علمش، با اون عدالتش، با اون تقواش به بشریت میدادی؟ چه میشد؟ ای علی که جمله عقل دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشم های حاضران بردوخته. سخن بسیار است، زمان کم و انشاءالله امیدوارم خدا به ما نسبتی بدهد، عنایتی بکند در این شب‌های عظیم، در شبی که ملکوت در عالم ناسوت است، به این برسیم غیر از همه خواسته ها و عفو و العفو به باطن دین، به حقیقت دین، به حکمت دین. انشاءالله خداوند پنجره هایی برای ما، روزنه هایی بگشاید تا به آنجاها برسیم انشاءالله. یا علی باز باشی باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفوا احد. صلوات